Fikrət, جانکم من اومدم. خوب هستی؟ خوب هستی جانکم؟ هاشم با فکرم نیست پول هایت نیست. چه پول صدیقه؟ پول مول ندارم. پول های در کوزه بوده هاشم. حساب کردی؟ حساب کردی؟ چه؟ نباشه پول هایم را دزدیدند. پول جان هایم وای پول جان هایم. ایشیل برای دستشویی. من تو رو فهمیدم. حاضر میارم. فکرت ها سنم برای چی به خونه خودش نمی رود؟ با عمر خونه دار نیست مگر؟ همش در جایش. جانم را قریب که برآوردی صدیقه. جایش را عوض کردم. چه خیلی که میگویند بندی خرد را بستی از بلا رستی. یا چه خیلی بود سخت بستی از بلا رستی. سخت بستی از بلا رستی. مایلاش فهمیدم بستی از بلا رستی. این داروها رو استفاده برای صحت میشه. تشکر آقای دکتر. هیچ گپ نیست. سلامت باشید. خدایا چرا من زیرب خانم رو به اینجا دعوت کردم؟ این رو با شما فرستادن آقای عمر. نهایت حجتی که انتظار بودم اومد. چه خیلی حجت؟ حجت ها درباره کی بودن تیمور. خطا کردم. چی خیلی خطا عمر؟ فکر میکردم که تیمور حقیقتش را پنهان میکند. خطا کردم. فکر کردم که او پسر فاطمه دلی است. چی گفتی؟ هیچ مهم نیست. من برای این حقیقت را پنهان کردم 5 مرکز را گشتم. جای تولدم را در حجت های عوض کردم. فکر کردید که همین قدر آسان است؟ کرموش. چی گفتید کرموش؟ کرموش را دیده ای؟ یا که شنیده ای؟ شین در اینجا. شین. کرموش در زیر زمین با خودش راه میکند. بعد به آن راه گشته همه ریشه های نهال ها را خورده نابود میکند. کرموش با این کارش به همه ضرر می آورد. نه درخت می ماند نه یگان نهال، نه سبزه می ماند نه گل. لیکن این کرموش بدبخت است. هرچند ضرر آور است به چیزی فایدهش نمی رسد. برکت را خشک می کند، ریشه ها را خشک می کند، سبزوات ها را نابود می کند. لیکن بدبخت است چون که هم کور است هم کر. این کرموش جنگل را خشک کرده نمیتواند. زورش به ریشه پرقوت درختانی بزرگ نمیرسد. چشمش نمیبیند، گوشش نمیشنود، زبان ندارد که گپ زند. همه به این طرف و آن طرف میپرند. در کجای آبادی باشد در آنجا میزیند. لیکن کرموش یک عمر در زیر زمین است. آدمان از پسش شکار کرده او را کشتن میخواهند. لیکن فایدهش هم هست. بی وی طبیعت ویران می شود، لیکن با وجود ویرانکاری می کند. بگوی به این کرموش چی گفتن لازم؟ که دیگر ویرانکاری نکند. اگر گپ را نفهمد بگذاری یک عمر همین خیل مثل مرده ها در زیر زمین بمانند. مگر خوب نیست؟ شما اینقدر نجیب هستید امک. به خدا شما را دوست داشتم. به مانند باران بهاری همه جا را زیبا میکنید. بارانی بهاری باشم از کجا میدانی که از بارانی بهاری هستی صدف معلوم می شود؟ مار هم زهر است. بارانی بهاری باشم هم زهری مار مرا می ترساند عزیزم.
اینطور باشد اگر تو او را نکشی من دختری تو را میکشم. نه ترس خسارت نمی‌آورد. تنها مرگش را کمی میتیزانیم و خلاص. دلش کمی میزند، بعد میراثش به فکرت یعنی به نام تو میگذرد. کلین ایشیم کلین خوراکم تیار است. در کجا ها؟ کنی تیار است پدر جان، من همه چی چنان گرسنم موندم که تو با این چه انداختی؟ خیلی بامزه شده است. خیلی دست درد را نبیند. خوشنامند آمده خوراک پنجره باید از تو آموزد. کلین جان شما مخطوب باشد چی؟ من همه وقت برای شما خوراک روی خستتون رو میپزم. آش شود پدر جان. فکرت تو یگان چی میخوری؟ سنم مادر این زن مرا ناراحت میکند، مثل که چیزی رو پنهان میکند. به نظرم چون می نماید که درویی است. اول من هم همین خیلی فکر میکردم دخترم، لیکن ببین حتی جوی افلوس کرده ای اکات رو تازه میکند. عمر زنگ میزند. الو شام بخیر سلام. گفته بودم که می آیم لیکن در بیمارخانه کارم برآمد. پگاه به نزدت می آیم. مایلش. شام بخیر خانم. شام بخیر. سرما تو را انتظار بودم. تا خانه همراه می رویم. با تو یک گپی نهایت مهم دارم. خواهش میکنم مرحمت بشین. التماس سرما، خواهش میکنم. سرما اوه دختری بدبختی من. فکر کردی که او تو رو جیغ میزند. او رو خیلی دوست میداری. خواهی با او بگوی دخترم، شاید فکرش رو عوض کند. شاید تو رو دوست داشته باشد دخترم. اما سرما مادر التماس این موضوع رو نکشوید. رفته در خونهش زندگی کرده نمیتونم. برای چی نمیتوانی دخترم؟ شما رسما خانه دار هستی. مادر اگر تو نگویی من خودم رفته میگویم. شما نباید جدا شوید. آیله برپا کردید. عمر بچه خوب است، میفهمد. رفته با او گپ میزند. مادر این کار رو نکنید. ای من چه ها میگویم؟ دل مادر دخترم دیگر چاره نیست. چی گفتنم رو نمیدونم. یک بار خوشبختی تو رو بینم سنم. دخترم که بدبختم. با فکری من جدا نشوید. عمر بر این شوهر رو دیگر از کجا میابی؟ اگر تو نخواهی او جدا شده نمیتواند. با تو چی ها؟ تو چی کار دار میشوی؟ تو کار خودت را کن. فهمیدی؟ کار خودت را کن. سنم دخترم. شو دخترم. شین دخترم شین. مادرم رو میخوام. مادرم در کجاست؟ مادر بس کن دخترم. شو بس کن. مادرت میآید. بس کن.
این دختری زیبا چرا گریه میکند؟ مادرم رو جیغ زنید آقای دکتر. مایلش دخترم میگویم. مادرش کجاست؟ وای رفت. کاری خیلی مهم داشت. از همین محله است؟ نه از اونجا نیست. در همینجا ایشی. کنی بس کن دخترم. تو چی گفتی؟ او چراغ گفت. همینطور نه؟ او از تاریکی خیلی میترسد. آقای دکتر به نزدتان یک بیمار اومد. با اجازت. اکنون خوب اونجا نکم. خوب کن. کجا شد سرمه؟ میلش شد. یک طرفی سو. من حل میکنم. ها؟ چی شد حمزه؟ یگون گپ شد؟ امروز از سحر تا بگاه پرسیدم یگون نتیجه نگرفتم. نتیجه چی؟ درباره تیمور حلیمه این بچه کی باشد؟ مقصدش چی است؟ برای چی آن زن او رو کشتن خورد؟ چرا جمیله هم از او میترسد؟ خدایا تو هم دیوانه شده ای حمزه. آنها رو فکر میکنی. دامادی ما گل برین است. به خدا یک تا است. برهانم زنگ نزد. بس ما هم گفته بودم تا بگاه جواب مینیم. جواب؟ من خیلی خواطر شدم. سرما باز پریشانتر شده است. اکنون بگذار خودش قرار برآورد. دیگر به سرما کاردار نمیشویم. خدای حمزه این گپ ها رو تو میگویی؟ و گپی دختری بی عقل در آمده نامزدی رو ویرون میکنی؟ مگر این خیلی ممکن است؟ تو بی پروا باش. من خودم با سرما گپ میزنم. دخترم طبقه رو بیار. لابه چی شد برهان؟ فهمیدم. یعنی یگان جوابی عمیق نیست. همینطور خیر باز گفتگو کرده بین التماس. این خیلی مهم است. تا پگاه یگان معلومات پیدا کن. اوه دختری من آمده است. خوش آمدی سرما. خوش آمدی دخترکم. پدر از یک جا خبر رو انتظارم. این پگاه جوابم رو میگویم. چی خبر حمزه؟ اگر این رو تو نفهمیم میکفیم. اگر به دخترت کاردار نیستم میفهمی؟ به میمارخانه نمیروی. مرا بشکن. با سرما کارهایم برار نمیگیرند. حس میکنم که میتواند از من جدا شود. باید به این مانع شویم. برای همین چی کاری که میکنی کن تا سنم رو امروز از خانه پیش کنی. مهارتت را نشان ده. فهمیدی؟ سنم باید به خانه عمر رود. باید با عمر باشد. فهمیدی مرا؟ کوشش میکنم که فراموش کنم. نمیشود. در فکر و خیالم دائم است. آخر او میخواهد به سرما خانه دار شود. هرچند برای من خیلی خوبی کرده باشد هم سرما را دوست می‌دارد. من هم آتش قلبم را خاموش کردن میخواهم. لیکن آتش عشق قلبم را میسوزد. میسوزد خدا جان. چیکار کنم خداوند؟ چطور او را از دلم برارم؟ حقا جان برای وظیفه خانگی کردن کمک کن. اینجا مادر جان
مادر جان. دخترم ثروت پسرم ثروتم چی شد بگوی پسرم مرا تنها گذارید پسرم من نمیخواستم این خیل شود مگر من میخواستم که اویله همون ویرون شود لیکن شما مرا نمیفهمید چون این رفتار به تو نمیزیبد آخر تو این خیل نبودی کمی به خود بیا بس میفهمی بس دیگر از درس گریختنت رو نفهمم با کسی زن و زنی کردنت رو هم فهمیدی علیه دخترم یعقوب رفته ایستاده است حاضر می آیم یعقوب جان بیا کمکت کنم انا این طور پسرم پگاه می رفتی از مکتب تا نصفی روزی اجازت گرفتم باید تا نصفی روزی حل کرده برگرد یعقوب شاید نمی روی بیا جای کارت را عوض نکن الو رویا تویی؟ یعقوب حاضر بر اومد به ایستگاه اتوبوس رفت میدونم مرا دوست نمیداری اگر خواهی من دوستی نزدیکت شده به تو کمک میکنم مردها رو خیلی خوب آموختم جای نازکشان را میدونم آنها التماس کردن رو دوست نمیدارند به من گوش کن من اکت رو دوست میدارم من یک روی کردم او رو مجبور کردم و امروز من در اینجایم یعنی او رو از اون خود کردم هرچند در بین یک اویله ویران شد لیکن فراموش نکن که عشق فرمان رو گوش نمی کند سنم من فکرت رو دوست می داشتم برای روزی بودم که یک تا نیو 1000 اویله رو ویران کنم میدونی عشق جسارت می خواهد اگر گویی که نه انتظار می شوم تا شهزاده با اسب سفید اومده مرا گیرد خیلی انتظار شدند روزی می آید روی میدی سنم دوست داشتت رو از دستت می گیرند باید زور باشی دنیای زور هست اگر او رو دوست داری باید اثبات کنی آخر از کجا میداند که تو رو دوست میداری تو فراموش نکن که او برای تو چی فداکاری کرد از سرما دست کشید با تو نگفتم که با کارهای من دخالت نکن این فکرهای زهرآلود رو به خودت فهمیدی با تو یک چی گویم سنم تو مرا خیلی سخت دوست میداری خیلی بگناه میتابی لیکن نمیخوای که دیگر کسی رو بیند بس کن گفتم فهمیدی بس کن بگردت رو میکشم بس کن بس مرا قریب میکشت شد اکنون از من چی میخواید در این خانه هیچ کس خوبی رو نمیفهمد سنم دخترم چی شد با تو نه من با تیمور خانه دار شدن نمیخوام نه انا همین خلافه من چند مرتبه گفتم لیکن تو گوش نکردی آخر تو اکای عمر رو دوست میداری این رو همه میدونن چی کاری که نکنی ازش گریختن نمیتوانی شما باید هر دو کمی جسور باشید میدونی که پدرم مادرم رو گوش میکنند شما باید برای عشق خود مبارزه برید انا بعد پدرم طرفدار شما میشوند راست میگویی با فکرم حاضر راست به نزد اکای عمر رو با او بگوی که انگشترین رو برمیگردانی خودی حاضر؟ بله خودی حاضر دویده تو امروز ترسیده قریب اکای عمر رو از دست میدودی انا خودت شنیده کو گفته است که سنم جدا می شود این دفعه انتظار نشو بختت رو از دست نده برای آن مبارزه بر سرما
یاسومان یاسومان اینجا بیا آقای دکتر بیا. مادر جان دخترکم دخترکم مادر جان مادر جان ба даруни шӯрбо чӣ андохтӣ? вай модарҷон бо мазза шавад гуфта каме оби лимӯ андохтам. оби лимӯ? бори аввал мешунавам ки ба шӯрбо оби лимӯ андохтӣ. лимӯ хеле фоидаовар аст модарҷон. онро хусурам хеле дӯст медоранд чунки таомро хушмазза мекунад. фаҳмидед? марҳамат, хӯрокатон тайёр аст падарҷон. ташаккур кели, ташаккур. ту дар ин хона набошӣ аз гуруснагӣ мемирам. ношукр чӣ шуд ба ту? ягон рӯз мекафи ҳошим, ту ҳеҷ гоҳ сершавӣ надорӣ ва сер ҳам намешавӣ. бомазза, хеле бомазза. лӯбиёро дӯст медорам. чунон гуруснам ки ҳозир табақро ҳам фурӯ мебарам. иштиҳоям кушода шуд сидиқа. аз рӯзе ки келин ба хона қадам гузошт иштиҳоям кушода. чӣ хеле ки мегӯяд аз гуруснагӣ мурдан аз сер мурдан беҳтар. گوش کن دکتر، شیطان را میدانی نمیتابد، لیکن در همه جا است. یک در اینجا است، یک در آنجا. هیچ وقت دم نمیگیرد، خیلی زیاد کار میکند. نه خواب میکند نه دم میگیرد. برای همین باید از او همه وقت احتیاط کنی. از همه مرگی خوب برای زنبور این در درونی اصل مردن است. این گپی گفتم را فکر کن. شیطان شما را در عشق اصل خود کشتن میخواهد. به مثلی که سر باری وزنین را میبردارد و بعضا یک طوری موی سر را برداشتن نمیتواند. سوار نده، فکر کن. خانم سنم از این خانه یکی از ما باید نیست شویم. یا تو میروی یا من. میراث آقای هاشم رو با تو تقسیم کردن نمیخوام. این خانه از من است. تمام مال و ملک از من میشود. برای این تو باید از اینجا دفع شوی. بس اکنون بس دیگر توقت کردن نمیتوانم شد. چی شد؟ کی اتاقم رو به این احوال آورد؟ عکسهایم رو کی درآورد؟ از من چی میخواهید؟ چی میخواهید؟ پسری معیوبتان رو مثل کودک پرستاری میکنم. ولی واسش چی میبینم؟ تو دروندی. تو همه جراتی تو پریشان کردی. تو چی ها میگوی ها؟ نباشد این حجت های در اینجا چیکار میکنن؟ من از کجا میدونم؟ از من چی میخوایی؟ با تو چیکار کردم من؟ برای با تو دوست شدم باز چیکار کنم؟ ناشکر. گوش کن با من داد نزن که وگرنه تو رو میکشم. فهمیدی؟ بس من همش رو میخوندورم. جنجال نکنی.
روی چی عکسای تویم رو دروندی؟ من ندارم. تو دروندی. من ندارم. تو دروندی. تو فهمیدی؟ تو نمیتونم. من نبود. میکشم. ایشل مادر شد اکنون شد چه گپ شد مادر؟ کاری که کلی میکند یگان تایی شما کرده نمیتوانید با او دیگر کاردار نشوید. اگر کاردار شوی تو را از این خانه پیش میکنم، به خانه شوهرت دفع میکنم. هاشم مادر مرا میشنوید یگان چیز گوید آخر. یعنی همین خیلی پدر، یعنی با دختراتون همین قدر باور میکنی، یعنی این کلینی دوره برای شما همین قدر عزیز است. پیش کردنتون لازم نیست، من خودم میروم. سلام سلام دخترم، عقلت رو کار فرما دخترم. فکرت؟ ایشل سنا با کجا به میرود؟ خونه شوهرش رفت. همش خوب است جونم. بیا رفتیم. بیا بایستا. حیف با تو هاشی. خوابش برده است، بجایش برده خوابانه. نرگس بیا بجایت بره. ثروت مادر جان، ثروت گریخته است. اکا جان ما شما کمک کنیم. بیاین کمک کنیم. خدا از شما راضی باشد. کمک کرده میتوانم. تشکر به شما، سلامت باشید. تو همون وقت رسیده اومده نتوانستی، لیکن من توانستم. گلها رو میگی؟ رویا تو نیستی شب با کجا میروی؟ مادر جان زود رفته میآیم. تو نگویی از درد نمیبروی. مادر جان التماس انگشترین کنی برای چی در دستت نیست؟ حمزه نگاه کن، دخترت به بیرون میبراید. سرما با خونه درو. پدر تو بگو گفته بودید، وعده داده بودید شما تصمیمتان رو نگرفته باشید. من گرفتم. تو بر زیدی پدرت میروی؟ زید نبراید حمزه، یگان قطره حرمت نمانده است. خدای توبه. انگشترین رو انداز. نه پدر، من همسری قاتل شدم نمیخواهم. خدایا گپی زده این رو بیننده. با تو گفتم انگشترین رو انداز. من قرارم رو دادم پدر. خوزی رفته با عمر همه شو. پدر من سرما شما هیچگاه با من دست نبرداشته بودید. ایستو سرما، با کجا میروی؟ ایستو گوش کن سرما. چه شد؟ سرما با کجا رفت؟ حاضر می آید پسرم، به خانه همسایه می رود. بیمار داشتم. مرحمت. ببینید به شما چه آوردم.
آن زن بیهوده به من تهمت و تهدید کرده بود. برای دلپور شدنتان به شما یک حجت آوردم. این خبر را بخوانید. زلیخا یلمز که برای شوهرش را کشتن به حبس گرفته بودند آزاد کردند. بعد از حبس برآمدنش قاتل حقیقی معلوم شد. قاتل شوهر او فایق یلمز را کشته بعد از 4 سال قایل شد. زلیخا یلمز 4 سال را بیهوده در حبس خانه گذراند. سنم الصدقة الصدقة عشقم بابا چیزی شده صدقه صدقه چیگه هاشیم؟ چی اینقدر داد میزنی هاشیم؟ چی اینقدر داد میزنی؟ هاشیم هاشیم چی شد با تو؟ هاشیم چی شد با تو؟ هاشیم 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 فکرات هاشیم هاشیم با خود بیا هاشیم فکرات دام با پدر چیزی شد هاشیم با خود بیا فکرات بیزرم من خودم اومدم نباید در اینجا میشدم لیکن سرده سنم سرده ببخش عمر نمیدونستم که این خیل میشود سرمایی است با کجا می رویم؟ بسیار گپ نزن راه کن فکرم با تو محکوم امشب من تو رو با مرغ ضیافت میکنم کنی رو دوستم مرغ رو دور مالش زودتر سربان زودتر مرغ رو دور زودتر سربان
کی در آنجا؟ به ناموسا مرغ میدزدن. حاضر من به شما نشان میدم. زودتر سرمت زودتر مرغ رو داد حاضر صاحبش میبرویم. گریختم سرمت گریختم حاضر میبرویم. ایستد دوستها نگریزید میگویم ایستد. سرما التماس ایستا مرا گوش کن. سنم با پدرش جنجال کرده است. مجبور شده است از خانه براید. به خانه اومد او را در بیرون نمیگذارم کو. سرما یگان چی وز نشده است قرارمان همان جدا میشویم ما. گریز سرمت گریز این آدم دیوانه است. ایستد ای دوستها نگریزید. این ثروت نیست؟ ثروت ایستد میگویم. اما با شما عمر چی باقی؟ عمر گریخته نابکارا مرغهایم رو دیه. شما چی کار میکنید؟ مگر افباش هستید؟ مرغهایم رو دزدیدم. آنها هنوز گرد نکن. برای یک مرغ شده سلاح میبردارید. شما در کجا زندگی میکنید؟ اگر تیر به آنها میرسید، اگر با آنها یگان واقعه میشد. سرما من خوبم. التماس آرام شو. شما به خانه اتان روید. دیگر این خیلی به عقلی نکنید. من سراسیمه شدم. ببخشید مرا. مایلش به خانه اتان روید. دیگر سلاح گرفته به بیرون دویده نبرایید. برای یک گوسفند شده همه ایرمه را نمیکشند. ببخشید. عمر خدا نشان ندهد اگر از این بدتر میشد. سرما همش خوب است. خوب است. با تو یگان چیز شد گفته خیلی ترسیدم. اگر یگان چیز میشد اگر من خوبم. زود به بیمار خونه میرویم. زخمت رو میبندم. رفتیم. نمیشود عمر. من به تو زندگی کرده نمیتوانم. مرا ببخش. من از تو جدا شده نمیتوانم. الو مادر جان پدرم حاضر میویم هاشیم با آسانی خلاص یافتی. قریب که میمردم یک روده دراز رو به دهانم در این خیل آوردند. باشد خوراک را انتخاب کرده خور به مانند زاغی کن. بعد چیزی که از پیشت برآمد نول نزن. سراسیمه نشب هاشیم. حالا صحت نشده ای به کجا؟ سراسیمه نشب. اوفینادم شفا یابید پدر جان. دخترم به تو شفا یابید گفته هاشیم. میشنوم کار نیستم. احوال پدرت خوب است دخترم. فکر کردم که دلش بیمار شده است لیکن خطا کردیم. از خوراک خوری زیاد در اشکمش برای نفس جای نمانده است. عمر چی شد عمر؟ هیچ چیز نیستم. اونقدر مهم نیست. رفتیم عمر زودتر. این زن در اینجا چیکار میکند؟ برای چی آمده؟ وای برای خبرگیری خسورم اومدم. خیلی خواطر شدم. خدایا توبه اینقدر خسورت رو دوست میداشته. این دوست داریت دیر دوام نمیکنه. شفا یابید پدر جان. تشکر. من هم باور کردم. برای چی به اینجا آمدی معلوم؟ من کمی بهتر باز میایم پدر جان. یک دکتر رو بینم چون که از سحر با سرم درد میکند. خسورش را یاد کرده است. دیدی صدقه کلین قبی مرا خورده است. حالا میبینیم هاشیم. اگر علیا کلینم در اینجا میشد یک به قز نزده دور نمیشد. در گرده پروانه میشد. مادر جان با کجا رفته باشد؟ یگان جای نمانده است که ندیده باشیم. یگان چی نشده باشد. این طرف رو بینیم چی؟ شما تماما عوض نشده اید. هنوز رفتارهایی که در کودکیتان داشتید هستند. لیکن یک چیز گویم
کودکی چیزی بد نیست، برعکس خیلی خوب است، صاف و تازه. عوض نشدنتون خیلی خوب است. چی شد رویا؟ برای چی ایستادی؟ نمیدونم. ایست دخترم ایست. علیا به اینها نگاه کن. خدا را شکر رویا پسرم را از راه گردانده توانیست. دیدی مادرش نتوانیست لیکن رویا توانیست. انشالله همش به خیر می شود. رویا چیزی گفتنی؟ بلکه گپ زنم. بله میخواهم شنوم. لیکن این دفعه گریخته نمیروی؟ مایلش نمیروم. وای یعقوب، رویا با من در زندگی یک جای میشوی؟ دستت رو بردار. شد. درد میکند. یک سوزن دورو گذرونم. نه من خوبم. زخمی خورده کک. با خدا خوبم. خودت رو احتیاط کن عمر. مایلش. تو ما رو فهمیدی؟ مایلش. اگر حالت خوب باشد پس من روم. بیماران انتظارند. سلامت باش. تشکر. یعنی قبول نمیکنی؟ یعقوب بله میگویی یا نه؟ بله بله بله. مادر جان سلام. پسر جانم شوری دادم. من خوب نمیبینم. خوب نیستم. خوب نیستم جانم. آقا عمر؟ اپای علیا سروت رو دیدم در نزد بازاری کهنه. با فکرم با جوره هایش مرو دزدیدند. بله اپا. من میروم. التماس نرو. باز کمی در نزدمون. تو را چنان پزمان شدم که یاسمن دخترم با من میروی همین طور نی؟ مادر جون من میدونستم که میوید. شیرینکی من، تو چه خیلی زن هستی گپ رو گوش نمیکنی؟ در اینجا چی کار میکنی؟ خوش احوال زیباچه ما چطور است؟ احوالش خوب میتوبد. جواب دهیم. مادر جون چرا شما از آقای دکتر پنهان میشوید؟ آقای دکتر خیلی خوبند، از او نترسید. مایلش فهمیدید. من خودم هم با شما گفتنی بودم و من رو از شما پنهان کردنی هم نبودم. بله گل رو دختری من است. در کجاست این کلین؟ رفتیم هاشم رفتیم. سنم دخترم مادر جانم. صدقه را گرد جای بای نزد شوهرش است. ایشالله آمد. اوف این قدر بسیار گپ زدی شد حاضر رو را جغ میزنم. زودتر باش صدقه.
چرا شما این طور کردید؟ دخترچه داشتنتان رو چرا از فکرت پنهان کردید؟ التماس به هیچ کس نگویید. من همش رو میفهمونم. تنها همین شب التماس. وقتی که به خونه میروم همش رو به فکرت میگویم. التماس. مادر جان. مایلش. تشکر. شما انسان خوبید. دخترکم جانم، من پگوت رو میگیرم. من دخترم رو میگیرم. مایلش پیسیرم. کجا شدی؟ تو رو میخوابم. مادر جان. خدایا به ینگه صدیقه صبر ده. کار خوب نکردم. اگر خواهید امشب به خانه ما بیایید در این موضوع صحبت میکنیم. دخترم التماس یاسومن نرو. ما برای خوبی تو چیزی که از دستمان آمد کرده. تو رو خیلی دوست میداریم و از همین خاطر حقیقت رو پنهان کرده. التماس نرو دخترکم. التماس یاسومن نرو دخترم. خوب اگر رفتن خواهی بیا پگاه رو. مایلش پگاه. در این نصف شب به کجا میروی؟ التماس دخترکم به خاطر ما یک شب دیگر ایست. آبی دهانت ریخت همین طور نه؟ گیرخور دیدی ثروت من چه خیلی زندگی میکنم. بعضا با خودم همه خیلی زیافت ها میکنم. مرغ را کشتن نتوانستی. هیچ نباشد خور که اشتیای من نمورد. نگاه نکن خور. من یگم بار مرغ نکشتم. تو خیلی جسور بوده ای. حیات همین خیلی است. زیف نشو. تو هم مدت بکنی. ثروت در آخر نانی حرام خوردی ها؟ خیز راه گرد. به خونه میرویم. راه گرد. کجا شد این آدم؟ اوف. به خدا این خیل شوهر را دیگر یافته نمیتوانی. بختت خندیده است دخترم. شوهری خیلی خوب داری. او را صاحبی کن. او را از دست نده دخترم. زمانه دیگر است. دخترانی بد بسیارند. دخترم در این زمانه شوهری خوب یافتن خیلی مشکل است. این از سری خودم گذشته است. چی عذابی که کشیدم. او مرا خیلی عذاب میداد. غیر از این قمارباز بود. پدر یاسومن مرا میزد. خیلی میزد. چنان زد که هوش از سرم پرید. از او قصدم را گرفتنی شده. کودکم را در نزد در این مسجد گذاشته رفتم. قهرم را داشتم نتوانستم. شوهرم حتی مادری مرا خفه کرد. من باشم دخترم را، جگر بندم را. بعد پشیمان شدم. لیکن بیفایده. دیدی شوهری بعد به چه احوال می آرد. بعد خودش مرده رفت. من هم نجات یافتم. هرچند از شوهرم خلاص شده باشم هم حسرت دخترم تا حال مرا می سوزاند. من میبرایم. عمر یگون چیز خوردن نمیخوایی؟ شما خورید، من گرسنه نیستم. از هم دیگه رنجیدید؟ در زندگی این خیلی چیزها می شوند. سیراب خانم،
شما برایید، من گلرو رو با مادرش میبرم. نه آقای عمر، شما زحمت نکشید و من خانه رو نشان دهید، من میروم. مایلش، خانم سنم به شما نشان میده، من میروم. ابای سنم، این عکس کی است؟ همراهی آقای دکتر. این سرما نیست مگر؟ تو این رو از کجا یافتی؟ خالای سراب به نزد مادرم کار میرویم. مادر دستم رو سر دید، من کودک نیستم. من سردی همو تو گریزی ها؟ نه این دفعه نمی گریزی. با کجا؟ سر دید من رو سر دید. شما زنی بد هستی. او رو به حالش گذار. شما زنی بد. تیاره میبیند. بگوی که نرود آخر یگان کرکون ما رو پرتفته نرو. چرا با ما گم نمیزنی؟ ما به تو چی بدی کردیم؟ همش رو به خاطر بهبودی تو کردیم. التماس دخترکم، التماس. چرا با من دروغ گفتید؟ چرا این حقیقت رو از من پنهان کردید؟ چرا؟ مرا سوزاندید. یاسوما، نوری چشمانم. سردید برا. آخر تو رو خیلی دوست میداره، تو رو مثل فرزندی خود دوست میداره. مایلش، گناهگاریم که به تو دروغ گفته، ترسیدیم که تو رو از دست میدیه، تو رو نرنجانیم گفته ترسیده. پدرت باشد برای آن که زرینه به تو راستش رو نگوید، تمامی مال و ملکش رو صرف کرد، ما رو خراب کرد. لیکن به خاطر خوشبختی تو به همه چیز راضی بوده. این حقیقت رو بر وقت‌تر میگفتید، اینقدر مصرف زیاد نمیکردید. یاسوما، دخترکم. عذر میخوام. یاسوما، من برای تعمیر ماشین زردوزی آمدم. به فکرم وقتش نیست. اکای قربان، چی کار کنیم؟ دخترمان فهمید که پدر و مادرش نیسته. تو دیوانه شدی مگر؟ ما رو یک جا بینم تمام. بگذار دیدن گیرن، دیگر طاقت ندارم، مانده شدم. باز چه شد؟ عمر فهمید که گلرو دختری من است. شاید با اویلشون خبر دهد، بعد اونها مرا از در بیرون میکنن. نمیدونم چی کار کنم. من از اونجا رفتن میخوام. هوش و یاد تو در پلهای آن کوزه پشت است، آنها را دزدیده گرفتنی؟ همین طور نغزکک فکر کن. دیگر این خیل گپ ها را نشنوم، فهمیدی؟ زود از اینجا رو، هیچ کس نفهمد. زودتر. توجه. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نونتون شکستگی. مردم چی میگوین؟ همش نغز میشد. خوشی جا ایش چیز. دخترم، در این زمانه شوهر خوب یافتن خیلی مشکل است. این از سری خودم گذشته است. 30,000 بیت کشیدم. عمر روزی
таваллуд дорад. имрӯз рӯзи таваллуди мар аст. бояд барои ӯ ҳадияи хуб гирам. ба ӯ тӯҳфаи хуб мекунам. рав писарам, бачаи бодор. صبح خیر بچه ها. صبحت بخیر سروت. صبح خیر سروت. صبح خیر معلم. اپای علیا ба дарун медар омадед? дарси аввалам холӣ аст. чой менӯшед? ташаккур. баъд меоям иншоллоҳ. мо дар мактаб чой наменӯшем. ба хонаатон омада суҳбат карда чой менӯшем. ҳамин тавр не ёқуб? بله. бо розигии худо имшаб бо модараму амакам ба омад барои хостгорӣ ба хонаатон меоем. имшаб ҳамин тавр не ёқуб? имшаб? дар ин бора ба модарам нагуфтам. ман меравам. ба шумо муваффақият. ёқуб, аз сарват бохабар бош. майли шапа, шумо ғам нахӯред. саломат бош. худо бошед. خونه سراب مادرم در همین خونه. مادر جان گلرو داد نزن بس کن. خاله جان بیاید به درون درایم. آخر در رو کردید. шумо девона шудед магар? дар ин ҷо чӣ кор мекунед? зуд аз ин ҷо равед, зудтар. مادر جان من آمدم. зудтар аз ин ҷо баред. ҳеҷ кас надида аз ин ҷо равед. шил шуд акнун модар шав, камтар модар. нигоҳ кун, ман нашудам, ҷазояшро мекашам. то ақаллан кӯдакатро соҳибӣ кун. مادر جان از دیدن من خرسند نشدید. من خیلی خرسند شدم. بیا کنیم دخترم. مادر جان این خونه ماست. ما در اینجا میستیم. гап назан. дар ин ҷо хабшин майлаш. гӯш кун духтарам, як чанд вақт дар ин ҷо танҳо мемонӣ, лекин ман ба назди ту меоям. من در اینجا میترسم. барои чӣ метарсидӣ духтарам? дар боло амакҳо, холаҳо, кӯдакҳоро дӯст намедоранд. агар туро бинанд маро ҷанг мекунанд. ман ба онҳо гап мезанам. духтари ман ба монанди фаришта аст. хаб мешинад. баъд туро ба боло мебарам. майлаш? مایلش. ман меравам духтарам. натарс. майлаш? дар ин ҷо хабшин. ман ҳоло ба наздат меоям. خاطر نشاید مادر جان. اوزم رو نمیبرورم. аз ин ҷо ба ҳеҷ куҷо намеравӣ, фаҳмӣ؟ مایلش. ба ту камтар пас хӯрок меорам. биё рафтем. ایشیر در کجای آوازت را برار. дари анборхона кушода мондааст. ӯро маҳкам кардам. گوش کن ایشیر. با چی کارها مشغولی نمیدانم، لیکن دانسته باش که چشمم همه وقت در تو، از تو و از این رفتارهایت شبهه دارم. با خبر باش. به این خانه با بزم و بازی ناآمده ای، لیکن اگر یگان نغمه کنی با بزم و سر از اینجا دفع میکنم. شده چی میخواهید از من؟ باز چی کار کنم؟ چی کاری کنم فایده ندارد. شد اکنون بیزار شدم. شکمم گرسنه مانده است. یگان چیزی خوردنی نیست. معده‌ام را خالی کردند. یگان چیز نخوردم. اوف هاشی، برای شکمت شده قریب میمردی، باز شکم. چه خیلی که میگوین صدقه، جوال خالی راست نمیایستد. این شکم نه، بلکه غاری بیتگ است. اوف. خدایا کی عقل این آدم دراید. اوف. بهار آمد. کمی به درون هوا درآید. مادر جان، همه‌اش رو برای او گفتم. اگر میدیدید چقدر خرسند شد، یا خوب باشد از خرسندی قریب میپرید. آه پسرکی من، اگر او را خوشبخت بینم خرسند میشود. از خرسندی به مانندی کودک میشود. نمیدونم با ثروت چیکار کنم. از چورچوبه برآمده ایستاده است. در این سن و سال میشود دختر. همه عیبی من. او رو صاحبی کرده نتوانستم. خوری کردهش رو به یاد آورده خیلی حیران شدم. پسری من دوست. رفیقی بد از دین هم دور میکند، از ایمان هم. خدا نگه دارد. الو؟ چی شد یعقوب؟
نه خود چی شد مادر جان؟ مایلش پسرم خیر. ثروت باز از مکتب گریخته است. آفرین ثروت، از درس گریختن رو یاد گرفتی. ببینی امروز خیلی راحت میکنیم. اگر پول می‌داشتیم باید پول یابیم. اول تلفنی دستی میگیریم، بعد لباس میگیریم. پول باشد همه چیز میشود. پول این همه چیز هست. بابایم هم به من دایم همین خیلی میگفتن. گوش کن یافتم. چنگیز، من میدونم پول رو از کجا یابیم. رفتی پدر جان با کجا میروید؟ برای چی میپرسی؟ هیچ. رفتم برو خبر گیرم چه هست. شما شنید چیزی که لازم باشد من رفتم میارم. شیل کلین، کار خودم را خودم میکنم. پول جان آقایم، خوشرگای من، نگاه کنید، با نزدتون یک دودر آوردم. مایلش خواب کنید پسرهایم، منم خیلی خواب کنید. تو برای چی اینجا آمدی؟ وای جارب میکفتم. انا در اینجا بوده است. جارب را یفتی از پی کارا چاو. البته پدر جون. با کی نگاه میکنی؟ با هیچ کس نگاه نمیکنم. خدایا ثروت با کجا رفته باشد؟ اوه ثروت، تو مرا دیوانه میکنی. شاید به خانه بابایش رفته باشد. بله با اونجا رفته است. خدایا توبه، بس کن ثروت، مرا این قدر عذاب نده. بس چی شد؟ پنهان شدی؟ شما رو چی کار فکر کردم. بیا با تو خوراک آوردم، بیا خور. مرا کی از اینجا میبرورید؟ باز کمی انتظار شو دخترم، کم موند. همش به نزدیکی تموم میشود. مالش نروید، میترسم. گل رو نکن دخترم، با تو گپ زده بودیم که تو دختری کلان هستی. شما زود کشته میآیید؟ البته میآیم. این زن در اینجا چی کار داشته باشد؟ سبحان الله، تو کی هستی؟ نترس دخترم، نترس. برای چی گپ نمیزنی؟ مادرم گفتند که گپ نزنم. یعنی کودک داشتنش را از ما پنهان کرده است. آهسته نیرنگهایش برآمده ایستاده است. زنی فریبدار. با نزد مادرم شد، گیره نکن دخترم. بس خیز به نزد مادرت میروی. خیز گیره نکن. رفتیم به نزد مادرت. گیره نکن.